وقتی که محمد اقبال تو نمیتونی رنگ مردک معامله کرده، صحبت کرده، نیروی چی بکنی، جنگ اعلان بکنی، وق بکنی، هم کنم هم کدام میتونم. بخاطر هم کار نامردی هم کنم من کدام میتونم. اما نامردی را در مقابل نامرد میکنی. значит من برای تو نامردم که تو در مقابل من امروز نامردی کسی که باید بودیگت میگم 2 روز پیش در مدیت برآمد کردم دیدم یکم بار چی معامله کردی خیلی خوب بدونی. من برای تو اگر نامرد باشم تاریخی گذشته ما و شما اثبات میکنه و مردم خودش میبینه این گپای مرا. هر چیزی که مردم میگن آزادن، فقط تحقیر تهدید به شخصیت نباشه. چیزی مینویسین خما بنویسین، گفتم بگیرین. محمد اقبال یک ویدیوی هست من میدونم که در تاریخ زندگی تو تمام مردم میبینش و خودت هم میبینی، خشوع میسوزی و فکر میکنی که چی با من همین کار کردم این برادر خیس مرا جام کردم. ما چقدر نشیدم با آزادی تو با مردکی تو با یگام شخصیتی تو توی که توف کردی به اساس به دلیل چی خیانت دیدی یا چی بدی دیدی. اگر محمد اقبال باید بگیم دلیل حجت چیزی باشه برار آشکارش کن. هر چیزی که میدونی برو گپ زن میگی. محمد اقبال من دیگه درباره خود کسرت کثافت نامرد ایمدوری اول پخت گرسم که چی معامله و چی نامردی کردی، چی رفتار کردی و چی گفتی، چی تهمتا کردی که ساترین و حرامترین آدم بوده در زندگی. دیدمت و شناختمت. دیدمش در آلمان بانگیه خره نمیشه چی گفتسی چقدر در 3 سکوند همه خدمت سلام کردگی فقط دیگه اینم خیلی گرفتایی نمیدونی چون کسی خودت قطعی جنگ میکنی قطعی جنگ میکنی نمیدونم چی میخواهی. اما امروز دونم که یک حرام انسان بوده که نه قدر خوبی را میدونسته، نه قدر مردی را، نه امانت عقلت میگرفته، نه کاری رزویت کرده میفهمیده، هیچ چی نمیفهمیده، یگان معلومات نداری میبوری پت کدام میگیری. ای دیزینفرماسیا پول کار کسی مردم غارت کردی دزدیدی. ما شاهیدم این خیلی که تا افلاس حرام بوده. ما جویدان رو ندیدم خیلی افلاس حرام داشت که در روی ما توف میکردم. لیکن ای همه روزی بارتن اومده بول برای طور مرد بچه توف. ای مردم پول جمع میکنی تبلیغات کرده تا خودم بردم چند تا نشدی یا برای شرمنده شدی خشو نظارتت کردم. 3-4 تا سگ بچه را اگه آورده رنگ خودش واری نمیدونم چی گفتیسن 3.5-4 ساعت پیش در سیاست اومدن. امروز پرت افته سگ بچه خودش گرفته انگلیا رفته. محمد اقبال حاضر حکومت که جو میگریزه گنی زورم خیلی رنگی تای می پرتوین ارمتا پرت گرفته رفته 3-4 تا اونجا موندگی. معلومه آخه که هدفتان یگان وقت چقدر نشدم جواب ندادم کار نگرفتم. خواستی که بفهمی که ما ایسته پستم بالایم یا که نمیدونم کدام دیدگاه جایگاه را دارم. من هم خدا میدونه که کی جایگاه دیدگاه دارم. من قطعش که رقابت نشان در نیستم. شماره تماشاگرات معلوم شید، فتنات معلوم شید، جنگایی که نمیگیری که آدم باید همش معلوم شید. گپ زدیم فهموندیم که آدم برستانیم بگیمش میگه هیچ کار گوش نمیکنن. خیلی دیوانه اگرین چقدر که ما تو را گوش کنیم تو را گوش نمیکنه، یک از یک گوش نمیکنه. خیانت بزرگ خدا شاهده در حق سوال ظفر کردی که محمد اقبال غم با غم آوردی. یکی خدمت‌های کردگیش خطر بود در جان تو برادر در برت بود. امروز پرت افتیش گرفتیش پرت افتیش رو با گرفتی. چی احوالا که چی روز چی زندگی داری
این قوادان بودی زندان کرده تاجیکستان بعد از این فرماسیت با شیطانی بالا برداشتیم در اروپا زندگی که در فرانسه گرفتین انگلیه رفته ای چیکار میکنن دنیا دارن فقط جنگ میکنی این آدم قطعی آدم قطعی فتنه برداری اینجا میره اونجا میای نمیشه آرام زندگی کنی خیلی مونه آدم یه آرام زندگی کنن یک از زن بگیر یک از شو میکنه یک از سمیدانم یک کار دیگه این اروپا کشورهای غربی آزاد هم که مردم اومده که آزادیشون هم اصلا یک کس چقه نشود تی خستایی بدرون ایزار زنک رو توبه کدم خدا ولی فیلی میدانم دومانی یک خواهر و داخل بروکی هم مرد بچه با شخصیت زندگیش داخلش این چی مومیده این چی طرزی مردکی اکر کدام قطعه نموشه از نجد دشمنی تا هم اما خیلی فکر کرد که من امیدی رفت قطعی کار نکردم چند بار پاپا زیادی کردی میپرسن مرا نیروات خیلی ورم میکنن نمیدونی چی جوابتی خیلی بگو رفتم یکم بار ای بچه بگو گوش که برادرو بگو رفتم در توی شیشتم یکم بار جمشه دیدم خطیش گرانگی خیلی نیکتا سالو کردم بگو جمشه یکم بار نیکتا دیدم من میگم بله برادرو اقرار میشم که یکم بار مرا دید نه سلامی سوز کرد نه بودیم هیچ ایرانی که من انسان دا مجبوری در زندگیشون میستم محمد اقبال من هیچ وقت با دست نامر زندگی که من نساختم من نمیسازم اما زندگی چند آدم ساخته بید خب من نیاز به اگم چی ندارم مردک در زندگی را شمی و میروم اینکه فکر نکنم من اعتماد ترسمت را جواب بودم میگردانم که من خط میکنم که من تمام برزیتی اگر ویدیو کنم من خود در اروپا اگه مقصد خطر میگم من ایت ذره ترسم خطر نمیگم بخاطر یک انسانی هستی که سری دیگه انسان را خورده سی اما خودت گرفته با جا شده سی بیا پیش بدرو هر چیزی که میکنی پیش بدرو اگر که پیش نمیدرو تحت کنترل نظارت بگیرگنی تحت کنترل نظارت نمیگیری معلومه که عصبات نمیشه برای مدت توبه بگی اقفای زندگی چه هیچ کار نداره